یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق می‌کند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده‌هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید. ممنون. رحمت کلان. در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنجپایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم. خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم. وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یک توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم، در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مزارع کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگین چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی‌کردم چیزی که خب در افغانستان، در ایران آتیش می‌زدن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. من گفتم که این من اصلا نمیدونستم که این در واقع جنایت حساب میشه، این نارکوتیک حساب میشه، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قپیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و اوس شهر قرغن و اوس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن. این داستان از اونجا سر شد. مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم. خب من به طور کلی 9 ماه بودم. بله. که من رو وقتی که قپیدن اول بردنم به اداره کاگبه در شهر قرغن و 3 روز در اداره کاگبه قرغن بودم. اونجا خب چه خیلی بگم و فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در صورت لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم، به قولی استادیای ماده مخدر رو من زدن. من روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر می شدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل 1 بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدید من به پاسپورت‌های ایران اطلاع بدم، اجازه بدید من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت
و خب خیلی فکر کردن تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم، الان تاجیکستانم، و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین فریستالیت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف، که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش، از شهر قرغن. با این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا. یعنی به شما دروغ گفت که شما را نزد سفیر میبرد؟ بله. و خب این دفعه اولش ولی دفعه آخرش نبود. خب منو با به همراه 2 افسر زن بردن والنیتسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و بعدش هم منو بردن به EVS، رفتیم دفتر همین مفتش. وسایل من که داشتم فوتوآپارات بود، فیلمکشه دستی بود، ویش میشد بود، همه این وسایلم دیگه. خب چون من تا اون موقع 6 ماه داشتم در حال سفر بودم و حالا تاجیکستان کشور سوم من بودش که خب حالا این اتفاق افتاد. و بعدش منو بردن دفتر خود مفتش. من وسایلم اونجا گذاشتم، یه سری تفتیشاتم اونجا انجام شد که حالا مفتش در کامپیوتر زد و اینها. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به EVS قرغن. در EVS قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین من میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری. در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید. در EVS منظورتون هست؟ بله بازداشتگاه درست است. بله EVS خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت. بله. یعنی فکر کنم هر کسی در EVS باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب EVS شهر قرغن، حالا من نمیدونم شما فیلم پاپیون رو دیدید یا نه. یه قسمتی از فیلم پاپیون هستش که اینا سلول‌های به قول کامراهای تک نفره هستش، کامراهای انفرادی که یک کریدور دراز هستش. بعد 2 ردیف کامرا، داخل هر کامرا یک گرمشگاه هستش اونطور که شما می‌بینید. و خب من اولین بار که این EVS قرغن دیدم مثلا دقیقاً یاد اون فیلم پاپیون افتادم، اونجایی که کامراهای تک نفره رو در واقع نشون میده. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت 2 اتاژه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن می‌کرد، خود این کامرا چراغ نداشت. و یه دونه مثلا دریچه، یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه 2 تا کف دست من، اون بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد. در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟ نه کلا در EVS، چه این EVS قرغن چه EVS جیهون که سود من جیهون بود، کلا غذا به هیچ وجه داده نمیشد. منتها در EVS جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدمای لطف می‌کردن و برای من می‌خریدن، مثلا آب می‌آوردن، پیچنگی می‌آوردن. ولی در EVS قرغن نه اصلا. کلا در هر 2 تا EVS اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حبس‌شده‌هایی که اونجا هستن خانواده هاشون براشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن. یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و EVS اینها دیدم. در شرایط در زندان نارک چطور بود؟ شاید بهتر از این بازداشتگاه ها بود؟ چطور بود؟ من فکر میکنم اول سیدا رو بگیم، چون که سیدا من بیشتر دوره حبسم در سیدا بودم. من از این 9 ماه 6.5 ماه در سیدا و 2.5 ماه در نارک بودم. خب من وارد سیدا که شدم، بعد از همون 72 ساعت منو از EVS قرغن بردن به سیدا
و خب اولش که وارد شدم افسر نظارتچی اسم و فامیل من رو نوشت و حالا ماده جنایتی و بعدش یه افسر خانوم که بعد فهمیدم دکتر اونجا هستش من تفتیش بدنی کردش وسایلم رو نگاه کرد بعد بند کفشم رو ازم گرفت. دو سربازا بودن آفیسیرا 2 تا سرباز 2 تا آفیسیرولا بودن که یادم دلداری میخواستم بدن حالا اسمشون شمس و خورشید بود. و من وارد که شدم وارد در واقع همین سیدای قرغن که شدم اول خب جایی بودش که افسر نظارتچی قبول میکرد وارد حیاط میشدیم بعد وارد یه حیاط دیگه میشدیم و بعدش هم وارد ساختمان سیدا ساختمان بازداشتگاه سیدا که ظاهرا ساختمان قدیمی و قدمتش به 60 سال پیش برمیگرده اگر اشتباه نکنم این رو معاون زندان به من گفت. وارد بازداشتگاه سیدا که میشدیم وارد ساختمونش دست راست خب دکترخونه بود و دست چپ روبروی دکترخانه کابینت در واقع دالمه چالنیک و معاون بازداشتگاه. بعد وارد راهروی میشدیم یعنی در واقع این ستون‌های فلزی بود فرانس فلزی بود و وارد راهروی میشدیم که در دو طرف سمت راست و چپ کامراها بودش. در کل سیزای لامانوسوف 24 کامرا داره که اون زمان 2 تاش در حال ریموت بود 2 تاش کامرای زنها بود و 2 تاش هم کامرای مراقبتگاه. من موقع ورودم در کامرای 3 وارد شدم که اون زمان 6 تا حبس‌شده دیگه به غیر از من هم بودش. درست است ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همین جا شما خواهش میکنم فشرده‌تر صحبت میکنید. بله خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3 در 4 متر بود. در این کامرا 2 تا تخت 2 اتاژه و یه اتاژه بود یعنی در کل 7 اتاژ 7 تخت بودش و یه میز یه استور اون وسط بود یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل اینهامون بذاریم همه اینا با هم بود. یه ترازای بزرگ داشت ترازای تقریبا 1 در 1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منتها با یه سری تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیدا در تابستون‌ها بی حد گرم و در زمستان‌ها بی حد سرد بود. به خصوص زمستانش خیلی بد بود چون که خب ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینیک آب جوش می‌کردیم می‌ریختیم توی بوتیلچه‌های آرتیفی و اینا استعمال می‌کردیم اینا رو. ببینید ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟ اینم می‌خواستم. نسبت من یا به طور کلی؟ نسبت شخصی شما و اطرافیانتون اونایی که در اونجا همراهتون بودن. خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا چه فریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن فریدول‌هایی بودن که خب خیلی آدم‌های خوبی بودن خیلی مهربون بودن سعی می‌کردن دلداری بدن کمک کنن ولی از طرفی آفیسیرها فریدول‌ها بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم خب اوقات زندان حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میجوشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن یا اینکه ماکارون با کاچتوای خیلی خیلی پست و شما اگه شانس می آوردین یه سویت وان پاور توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین 2 تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردین شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردین یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بی‌کیفیت بود ولی خب برای خیلی از حبس شده ها یعنی خیلی که نه ولی بودن حبس شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود عجایب بود چی بگم این که اصلا بدون هیچ خجالت بدون هیچ شرمندگی
از پریدول تا پیسیر از دانشگاه هفت شده میدزدیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا دانشگاه میومد، بعد خب همراه دانشگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در دانشگاه هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا. یعنی منظورتون این است که یعنی پاسبان‌های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان آنها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟ بله همینطور. ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟ ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده و من گویش‌ها فرق میکنه. درست است، گویش‌ها. من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من بعد از EBS قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که پریگوچی بود و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرتوف با چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم. ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟ خب اون ادوکاتی که مفتش من نشون داد، اون آقا فقط یک بار اومدن به سیدای قرقن و دیگه نیومدن و بار آخری که دیگه مفتش میخواد پاسپورت نهایی از من بگیره، من گفتم که پس این وکیل چی شد؟ من الان 2 ماه و نیم اینجام و من وکیلی ندیدم. رفتش گفت بذار برم زنگ بزنم و اینا و برگشت گفتش که بالمیساس مریض شده که مثلا این حرفا و از من امضا گرفت. من نهایتا تونستم که از طریق یکی از امرام در همون سیدا یه ادوکاتی بگیرم، یه خانمی به اسم ماهروی محمدی‌وا از دوشنبه، که خب این خانم، من اول طریقه پول گرفتن این خانم بگم. خب ظاهرا در تاجیکستان روش پول دادن به ادوکات این خیلی که اول 500 یا 1000 سامانی نالوگ دولتی میدن، بعد که کار بود شد باقی مبلغ، باقی پول ادوکات. خب مادر من اینو خبر نداشت و همون ابتدای کار $400 برای ادوکات روان کرد و این خانم دیگه خیلی براش مهم نبودش، یعنی 1 ماه پس، 1 ماه و نیم پس میمدن من سر ببرد. و نهایتا در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نداده بودم و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم. این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه. بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدی‌وا گفتن که خونه‌تون رو بفروشین، گفتن خانه‌تون رو بفروشین و این $20,000 رو برای من روان کنین که مادرم گفتش که من بله این قصه درست است، این قصه فهما. ولی حالا بیایم با نارک، یعنی با زندان نارک حالا میخواهم بیایم درباره شرایط اینجا. میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارک، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد؟ بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و
خب کتابخانه خیلی خیلی خوبی داشتش. اوقات افطار خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن و در کل یه مقدار مرتب منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری این خیلی بود که خب 3 تا آشیاد بودش و در هر آشیاد قریب به 100 نفر بودن اونجا. که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن. حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیسم هستن، همه اینها با هم در یک اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زن تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله به یک پاسگاه نظامی اشقاباد نقل کرده بود. اون چی بود؟ چی گفت به شما؟ در دوشنبه این اتفاق افتاد. باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟ خب این در آرشیاد ما بودش و این خانوم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حبس شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن 2 تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار. و حالا یه خانواده دیگه هم بودن که خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانم دیگه، یه کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم ولی باش گپ ندادم هیچ وقت. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو این حرفا. وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه. بقیه حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این گروپی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازخونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه. ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر. بله. من 32 نفر. 32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما را گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید. خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم اگه نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حبس شده ها می اومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید. بله نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان
همچون گردشگر سیاح می آیید؟ من تا وقتی که انقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خرد تا کلان در تاجیکستان فیزیاتکا بخوام بگیرن نه نمیام متاسفانه. تشکر. و یعنی که میگوید که بیشتر است؟ نه یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟ بله. تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندانها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالقزاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما. خدا